سرمست از نروژ. بفرمایید. سلام عرض میکنم استاد روحانی، سلام قربان شما. دکتر مالک، مایستر روحانی، و خیلی ممنون هستم از این برنامه بسیار خوب. من کارهای شما رو تا اونجایی که میتونم دنبال میکنم، چون موقعی که در ارکستر یانی ویالون میزنیم، موقعی که در لندن هم رهبر ارکستر سمفونیک هستید هم پیانو میزنید و این باعث بسیار خوشحالی ماست، خوش به حال ما ایرانی‌ها که یه همچین هموطن برجسته‌ای داریم. سوالی که من از خدمت جناب عالی دارم این هست که ما وقتی که یه قطعه موزیک رو میشنویم، مثلا یه قطعه پیانو که این یه قطعه موزیک بسیار خوبی است، دلم بخواد جناب عالی بفرمایید چند درصد این مربوط به خود اون ساز هست؟ مثلا اگر یه پیانو یه کسی داره با پیانوی اشتاینوی میزنه، این چقدرش مربوط به اون ساز هست، چقدرش مربوط به اون موزیسین هست؟ مثلا این در مخاطب بفهمید اگر که مثلا یه موزیسین خیلی تالنتد هست، شاید مثل جناب عالی، اگر که سازش هم خوب نباشه چقدر میتونه اثر بذاره که به اصطلاح کوالیته و موزیک به گوش شنونده ها برسه؟ خیلی بله. ساز، حالا مثلا راجع به پیانو شما گفتین، پیانو تا زمانی که کوکش خیلی بد نباشه، یه نوازنده خوب میتونه حتی یه پیانو معمولی هم صدای خوب از توش در بیاره، ولی موقع آزاردهنده میشه که طبیعتا کوکش ناجور باشه. اگه حتی یه پیانو استنوی هم باشه یا بزندورفر هم باشه، وقتی ناکوک باشه بد صدا میده دیگه، اصلا کارش نمیشه کرد. اما اینا همه برمیگرده به یک نوازنده به اصطلاح وارد و خوب که بتونه از یک ساز حتی معمولی هم صدای خوب در بیاره. حتی یک ویولنیست اگر که یک ساز معمولی بهش بدن، باید اگه نوازنده خوبی باشه بتونه صدای خوب از توش در بیاره. ولی اگه شما ویولون استرادیواریوس هم به یک نوازنده ضعیف بدین، با صدای بدی میده دیگه. در نتیجه همه اینا برمیگرده به نوازنده در درجه اول، ولی گفتم تا اون زمانی که سازه ناکوک نباشه، چون سازهای زهی رو آدم میتونه با انگشتش کوکش رو درست کنه، ولی پیانو اگر ناکوک باشه دیگه کارش نمیشه کرد و فرقی نمیکنه یا استنوی باشه یا پیانو چینی باشه یا پیانو هرچی باشه. در نتیجه برمیگرده به نوازنده.